برخلاف جنگ تبوک. خب البته چون که لیست گرفتن نمیشد، بعضی مردم فکر میکرد که برو لیست گرفتن نمیشه، خود خطا بوده. این گپا سر ما و شما زیاد اوقات میشه که برو لیست نمیگیره، خود یک جای آرام کرده میتون. کعب ابن مالک رضی الله عنه میفرمه که در دیگه جنگا اینمی قسم حالت بود و من اینطور شخصی بودم که طور نبودم که نه از روی نفاق و بدبختی نعوذ بالله خلاف ورزی جهاد بکنم. چرا؟ در دیگه جنگا بجز از جنگ بدر که من خودم نبودم، لیکن من در بیعت رضوان چی بودم؟ حاضر بودم و این بیعت رضوان برای من از همه چیزا که در بالاتر و بهتر معلوم میشد. چرا که در اونجا وعده کردن به امرای پیغمبر در دادن خون و جان بود، تعهد امیتر بسته شده بود. کعب ابن مالک رضی الله عنه میفرمه که به الله قسم در هیچ وقت به این قدر امکانات برام میسر نبود که دمی وقت بود. در جای یک سواری دو سواری داشتم، از همون خاطر که هر چیزم تقریبا مهیا بود. در بازار میرفتم، پس برمیگشتم خانه، هیچ چیز کرده نمی بودم. هوا گرم بود، میوه های مدینه پخته شده بود، سایه ها خیلی لذت داشت. پیغمبر علیه الصلاة و السلام همیشه معمولشی بود که روزی پنجشنبه سفر آغاز میکرد، حرکت میکرد. روزی پنجشنبه مجاهدین حرکت کرد. من چی گفتم؟ که تو خود سواری و مرکب داری، بان که پیغمبر یک کمی سفر بکنه، این شبم در پالوی اهل و عیالت باش. خیر است، صبح جمعه رم اینجا ما میخوانم، بعد از او حرکت میکنم، رسول الله صلی الله علیه وسلم در راه گیر میکنم. میگه صبح شد، باز گفتم که خیر است یک شب دیگه، باز دیگر روز حرکت میکنم. همینطور باقی ماندم. پیغمبر علیه السلام دور شد از سفر. این نمیشه بنابر ناراستی و سستی. بعد از او گفتم که حالی خود گیر نمیتونم دیگه، ماندم دیگه. گپ اینطور شد که گفت وقتی در مدینه میگشتم بجز از منافق نظرم سر کسی دیگر نمیخورد. سخت رنج میخوردم که ای کعب هلاک شدی، در جمله همین مردم شمار شدی. با وصفی که پیغمبر علیه السلام برای قطمه زیاد محبت داشت، مرا در هر معامله شمار میکرد. تقدیرا اینطور شد که پیغمبر علیه السلام هیچ توجه یا مد یادش نآمدم تا وقتی که بسیار در مقام دور رسیده بود. اونجا مد یادش آمدم و گفت که کعب ابن مالک، یک نفر از انصار خیست برش گفت که کعب ابن مالک چی میکنه؟ او رخامو چادر و امو کالای نوش چی کرده؟ فریب داده، قرار او را سعی کرده رایست. امی بود که معاذ رضی الله عنه اموجا موجود بود. خیست گفت یا رسول الله، در کعب ما بجز از نیکی دیگه خیر دیگه چیز مشاهده نکرده، حتما کدام عذر برش موجود است، از او خاطر شریک نشده. خیر، پیغمبر علیه الصلاة و السلام رفت. کعب ابن مالک رضی الله عنه میفرمه که وقتی رسول الله پس آمد، در دل خود بسیار فکرها را تا و بالا دواندم، یاران چی بکنم؟ گفت من اینطور شخصی بودم که اگر رسول الله را دروغ میگفتم، یقینا اینطور به حالت جور میتونستم که بالکل پیغمبر سرم یقین میکرد و برام دعا میکرد. لیکن من گفتم که خو اگر به رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ بگویم، الله متعال خواگاست، از او خاطر نه. گفت مطابق معمول پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمد داخل مدینه شد، در مسجد رفت. منافقین بود که سرازیر شدن در پیش مجلس پیغمبر و هر کدام از روی خود بیان کرده رایی بود. من که می رفتم در میرا شیطان در دلم چندین فکرها را پرتافت که اینطور بانک و اینطور بگو. گفت نشد. زمانی که سلام پرتافتم بالای پیغمبر علیه السلام، از پیشم سوال کرد که کعب چی شد؟ گفتم یا رسول الله، اگر در پیش کسی دیگری می نشستم اتو بیان میکردم که قطعا باور نمیکرد که من دروغ میگم، اما در پیش تو دروغ گفته نمیکنم و نه وجدانم اجازه دروغ میده. و الله قسم هیچ وقت همی قدر توانمند نبودم که عالی بودم، لیکن از سستی و تکاسلی شریک شده نتانستم. گفت رسول الله روی خدا دور داد، گفت برو که الله امروز چی میکنه. بیرون که بر آمدم، یک تعداد از اقارب میمه دنبال ما شد که چرا اینطور کردی؟ دیگران آمد اونه بانه کرد، پیغمبر برش دعا کرد، در مقابل امو بانش
دروغش دعای پیغمبر کافی بود. قریب بود که گفت مرا پشیمان کنه که بگردم پس بگردم و بگم رسول الله را که ما دروغ گفتم گبینی رقم بود. باز گفتم که نه، حالی خو رسول الله را قناعت داده میتونم، اما الله ما برش معلوم است. روان شدم. گفت روان شدم در خانه، حالت دیگرگون شد. سرزمین مثل که در سرزمین دیگه زندگی میکنم، مردم دیگه مردم است. سلامی ما و علیک نمیشه. کل مسلمان ها قطع علاقه کرده. سخت فشار سرم آمد، بسیار زیاد. پرسان کردم که کسی دیگری از مسلمان های مخلص هم مسلمان واری است؟ گفتن که بله، هلال ابن امیه و مراره ابن ربیع رضی الله عنهما اردوش صحابی بدری است و هم دی جمله است. گفت یک کمی تسلی قلبم شد که واقع صحابه بدری است. این واقعی خدا بیان میکنه کعب رضی الله عنه. گفت دو رفیقی ما و یکیش به خاطر شریک نشده بود که کل سالای عمر از اهل و عیال خود دور بوده، در خانه کلگی یک جا نبود. دمی او که کلی اهل خانواده یک جا شده بودن، این گفت که اینقدر جهادار شریک شدم خیر است، دایی برای من ضرورت نیست. او به او خاطر مانده بود. دیگه شام کدام عذر داده بود، میوایش رسیده بود و چی طور بود، ضرورت به قطع کردن و گپا داشت. گفت تو اردو که همین گپ برش شد که بره بشینه دیگه تا که الله فیصله کنه در حقیقتان. و در خانه نشستن، هیچ بیرون نمی برآمدن. لیکن من خب بچه جوان بودم، در خانم طاقت نمیتونستم، از او خاطر بار بار حضور پیدا میکردم. در مجلس رسول الله در مسجد داخل می شدم، سلام مینداختم، در طرف چهره رسول الله صلی الله علیه وسلم می دیدم که تو باش پیغمبر علیه السلام سلام مرا و علیک میکنه یا نه. در گوشای چشم می دیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت وقتی که می داخل می شدم روی خود مبارک می گشتم. گفتی حالت مرا سخت غمگین ساخته بود که یا الله. چرا غمگین ساخته بود؟ گفتی غمگین ساخته بود که یا الله اگر به بی حالت مرگ فرا برسه و من به بی حالت بمرم که رسول الله صلی الله علیه وسلم از پیشم ناراض است و جنازه مرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نخوانه. این گپ سخت مرا خراب کرده بود. مردم دیگه مردم شده بود، منطقه دیگه منطقه شده بود. قرآن کریم تعبیر میکنه و چیست حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمین با می فراخیش سر از زیاد تنگ شده بود و ضاقت علیهم انفسهم. این تعبیر است که الله میکنه از قلبی صحابه کرام. این نمو صحابه کرام است. و میگه که در یکی از روزها رفتم، دلم خیلی تنگ شده بود، سلام ما و علیک نمیشود. چرا؟ فرمانی رسول الله شده بود. بچه کاکایم است. یک روز در باغ در پیش بچه کاکای خود قتاده رضی الله عنه رفتم، از سر دیوال چپه شدم و بالای بچه کاکا سلام انداختم، او و علیک نکرد. من برش گفتم که او بچه کاکا به الله قسم الله و رسول الله را دوست دارم. گفت چیز نگفت. دوم بار گفتم چیزی نگفت. سوم بار که گفتم گفت که الله و رسوله اعلم، الله و رسولش میدانه. گفت سخت خفه شدم، بازگشتم از باغ. یک روز از روزها گفت در بازار میگشتم که یک نفر بیگانه آمده سوال داره و نام مرا سوال میکنه، مردم به من اشاره میکنه. او مردکه یک نبتی بود که از طرف پاچای غسان آمده بود، یک خط آورده بود، در دستمال نوشته کرده بود خط و او خط برای ما نوشته کرده بود که امیریتان یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امرای تو جفا کرده، ما خبر شدیم که تو را خیلی از خود رانده، دیگه تو پیش ما خیلی قدر و قیمت داری، بیا پالوی ما. کعب رضی الله عنه میفرمه که به الله قسم سخت خفه شدم که یا الله مالی در مرحله رسیدیم که تم توقع کفار هم در ما پیدا شد، یعنی ما در ایمان خود در این مرحله رسیدیم. گفت یک جای تنوری نان پخته میشد، او داغ بود، همین دستمال گرفتم در اونجا انداختم. 40 روزی ما بر آمده بود که اول آمد پیغمبر علیه السلام ابی خیثمه رضی الله عنه را روان کرده بود که برو که این نفرا را بگویی که از زنای خود جدا شود. گفت ما سوال کردم که آیا از پیش پیغمبر علیه السلام نفر رفت
که ما چی رقم جدا شویم؟ زنان را طلاق بدیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که نه، طلاق نده، بلکه امرایشان یک جا هم بستر نشوید، خواب نکنید. گفت در این جمله هلال ابن امیه رضی الله عنه که آدم خیلی پیر بود، زنش رفت به پیغمبر علیه السلام زاری کرد که یا رسول الله آدمی پیر است، این هیچ نوع چی توقع از من نداره هم و چی است، ما اگر خدمتش نکنم این آدم هیچ کسی دیگری نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت کردن از او را برایش اجازه داد. مرا اقربایم گفت که اگر تو پیش پیامبر علیه السلام کسی روان بکنی، گفت ما گفتم نه، فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا نمیکنم. کعب رضی الله عنه میفرماید 50 روز از این حالت سر ما میگذشت. گفت دمو روز نماز در خانه خواندم، ناوقت شده بود سرم و در سری بام برآمدم، نشسته بودم. از دل من الله خبر بود که الله متعالی آیات را روان کرده بود که و علی الثلاثه الذین خلفوا، بالای 3 نفر که و امرشان در تاخیر انداخته شده بود، بالای از وام رجوع رحمت کرد الله متعال. گفت ام سلمه رضی الله عنها مادر مومنات در نصف شب به رسول الله گفت که یا رسول الله اگر دمی نصف شب برای کعب کسی بره و شیرینی سرش بخوره، به خاطر که بسیار غم داره. گفت پیغمبر علیه السلام اجازه نداد که شور جور میشه، مردم نارام میشه. نماز صبح خوانده شده بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم این آیات را برای صحابه کرام تلاوت کرده بود. از مجلس پیغمبر ابوبکر و عمر رضی الله عنهم میدوه. کعب رضی الله عنه میفرماید که طرف کوی صلاح دیدم که یک نفر آواز میده و یک نفر میده. همین قدر آواز شنیدم که خوشخبری سرت که توبه قبول شده. کعب رضی الله عنه میفرماید که ما تعبیر کرده نمیتونم از او خوشحالی که در او فرصت برم نصیب شد. ابو بکر و عمر و آن شخصیت ها میدوه برای از اینکه یک صحابی توبش قبول شده. در غم و اندوز تا دین روز سلام علیک نمیشده، اما امروز خلیفه مسلمان ها میدوه برای از اینکه خوشحالی را در دل مسلمان بندازه. ابو بکر رضی الله عنه صدا زده بود به خاطر که عمر رضی الله عنه پیش شده بود. هر کدام تلاش داشت که من گپی خوشه به برادر مسلمان خود برسانم. کعب رضی الله عنه میفرماید حرکت کردم رفتم در مسجد که رسول الله صلی الله علیه وسلم با جمع صحابه نشسته. طلحه ابن عبیدالله رضی الله عنه نیکیش گفت فراموش نمیکنم که رفتم از جای خود خیست بغل کرد مرا و بعد از رسول الله برم گفت که ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدت که امک، خوشی باد برای تو ای کعب رضی الله عنه که سر تو از روزی که سرت تیر شده از مادر تولد شده تو روز سرت آمده. یقینا بهترین روز روزی خیلی خوشحال اوست که الله متعال تو بیمارم قبول کنه. ما هم کلی عمر خدا در گناه تیر کردیم، ولی ماه مبارک رمضان است. الله خود میگه که رؤوف رحیم است. الله متعال ما یقینا که خیلی گناهگار هستیم، اما از نزد خود الله خوشخبری تو برام در روز قیامت بشنو و از گناه های ما سوال نکنی. الله متعال چی عجیب داستانی است، چی درسای عظیم است که صحابه چقدر پابند دین بود، طاعت الله پیغمبر میکرد، فرمان میرسه، قریب کل بیگانه میشه به خاطر الله. ولی روزی که توبه قبول میشه میبینی که حتی مادر مومنه و مسلمان آرام نمیشینه و پیغمبر پیشنهاد میکنه که یا رسول الله اگر آلی کسی بره خوش خبری بده. این را حفاظت میگه که الله صحابه را حفاظت کرده.
خطا از پیششان شده، الله معاف کرده. اینطوری مقام به هر کس میسر نمیشه که الله قبول کنه. عایشه رضی الله عنها مورد تهمت میشه، الله متعال آیات روان میکنه. اینطور صحابه را که امروز کسی نعوذ بالله مرتد بگویه، شما چی تصور داره که دختر دادن برای ازواج جایز است؟ دوستی کردن به امروی ازواج جایز است؟ که الله قطعا نیست. صحابه که محض به نرفتن جهاد او را بنا بر سستی، نه برای نفاق، نعوذ بالله که در قلبش نفاق باشه، فقط سستی کرده در جهاد شریک نشده. یا الله تو یارا تو بشه 50 روز معطل میکنی، لیکن ما که سالا از جهاد محروم هستیم. برادرای مسلمانی خدا به چشم سر میبینیم کفر سرش کدام حالت تا میاره. خواهرای مسلمانی ما در زندانای کفار قرار داره، مسلمانای ما درد داده میشه، انواع تعذیبایی که در بشریت قطعا گنجانیده نمیشه او مظلوم قرار میگیره. ما حتی یک دعا کرده نمیتونیم. الله متعال تو باره معاف کن، الله ما را از جهاد محروم نسازی، از توبه قبولیت توبه محروم نسازی. حاشاك أن يبقى هشيما مربعي كل الذي يرجون فضلك أمطروا. حاشاك أن يبقى هشيما مربعي